پارس خودرو بعد از سالها تحقیق و پیشرفت در فناوری‌ها تصاویر رسمی و اطلاعات فنی P90 را منتشر کرد. این پروژه از این بر اساس تندرنود ارائه می‌شود و پلتفرم قدیمی رنو لوگان را دارد. سرعت خودروسازان ایرانی در تولید مدل‌های جدید و دستیابی به دانش روز واقعا خجالت آوره. این صنعت در کشور ما نه تنها باعث افتخار نیست، حتی امیدی هم به پیشرفت آن احساس نمی شود. سایپا و ایران خودرو با حمایت کامل دولت‌های مختلف طی چند دهه از بازار انحصاری استفاده کردند، اما به نظر میاد که زیان‌های انباشته و ناتوانی از پیشرفت رو دارند. به هر حال بگذاریم. بهمن ماه سال 1400 بود که تصاویری از پروژه P90 توسط پارس خودرو منتشر شد. این محصول تندرنود ایرانیز نام گرفت و نوید فاجعه‌ای دیگر در تاریخ خودروسازی ایران را داد. داچیا لوگان که در ایران به نام تندرنود نیز شناخته می شود، سال 2004 یعنی مدل سال 1382 رونمایی شده و حالا توسط مهندسان نخبه ایرانی همراه پیشانه ساخت داخل و طراحی متفاوت ارائه می شود. تندرنود ایرانی از پیشانه ME 16 استفاده می کند که امسال زیر کاپوت شاهین پلاس عملکرد ضعیف خود رو به نمایش گذاشته. این پیشانه نسخه از U5 پلاس ایران خودرو محسوب می شود. موتور 1.6 لیتری تنفس طبیعی با قدرت 111 اسب بخار و گشتاور 150 نیوتن همراه جبه‌دنده 5 سرعته دستی برای P90 وجود دارد. سیستم تعلیق در جلو از نوع مکفرسون و در عقب از نوع مستقل پیچشی خواهد بود. همچنین ترمز جلو دیسکیه، ولی در عقب هم از ترمزهای قدیمی کاسه‌ای استفاده شده که استفاده از آن در یک محصول جدید اوج پیشرفت را در خودروسازی ما نشان می‌دهد. نخبگان شاغل در پارس خودرو و گروه سایپا فضای داخلی P90 را بدون تغییر اساسی رها کرده و تقریبا همه چیز مشابه آنچه که در رنو در 21 سال پیش دیده بودیم ارائه شده. البته نمایشگر لمسی 7 اینچ و دوربین پارک نیز به امکانات خودرو اضافه شدند. از تجهیزات ایمنی P90 که در کاتالوگ نوشته شده میتوان به حسگر باران و نشان دهنده فشار باد تایرها، ترمز ABS و مدیریت لغزش ESC، حسگر برخورد از عقب، هشدار نبستن کمربند ایمنی، روشنایی روز و چراغ مشایعت، آنتن کوسه‌ای و رینگ آلومینیومی 15 اینچ اشاره کرد. هنوز مشخص نیست بعد از 3 سال تلاش برای ساخت P90 چقدر هزینه در بر داشته. اطلاع و در این پروژه که پلتفرم و طراحی آن از قبل مشخص بود سوال برانگیزه. اگه حداقل 1/100 خلاقیت به خرج میدادن و میرفتن رنو آرکانا که واسه بازار روسیه بود و کپی میکردن و یه زحمت هم میدادن یکم موتور رو تقویت میکردن، مثلا سیستم هیبرید خفن میذاشتن یا هدرز کیت مکش میبستن که حداقل قدرت رو میبردن روی 130 و 180 نیوتن متر که واقعا برای یک رانندگی معمولی جواب بود. اما چون قصدشون کمترین هزینه و بیشترین فاکتور ممکنه نمیشه زیاد بهشون خورده گرفت. پس ممنون میشم که نظرتون راجع به این خودرو بنویسید و بگید که آیا این خودرو رو میخرید شما یا نه، و اگه هم لایک و سابسکرایب کنید حمایت بزرگی از من کردید. پس تا ویدیوی بعدی یا هم